آیا شما تجربه مرد بودن داشتین؟ بله. زن بودن؟ بله. حیوان بودن، جماد بودن، نبات بودن، هم چیزی هست که شما تجربه نکرده باشید؟ خیر. در غیر این صورت صعود نمی کنیم که. زندگی زمینی مثل باد میگذره، مثل صاعقه است. شما کی 20 ساله شدین؟ کی 30 ساله شدین؟ نمیدونم. کی 40؟ نمیدونم. کی 50 ساله شدی؟ نمیدونم. اصلا 50 یعنی چقدر؟ نمیدونم. 60 یعنی چقدر؟ نمیدونم. چشم هم میزنید میای میری، اصلا نفهمیدین چی شد. مثل باد میگذره. دائما یه عده زیادی میان تو صحنه و دائما یه عده زیادی از صحنه میرن بیرون. از منظر قوانین هستی این اتفاق الزام داره. نمیشه نباشه. اصلا نمیشه نباشه. نمیشه. تکامل معنی پیدا نمیکنه. جهش به سطوح دیگه معنی پیدا نمیکنه. تجربه ای نباید باقی مونده باشه که شما توش گیر کرده باشین، ولی انقدر باید تجربه کنید تا ازش عبور کنید. بعد این صحنه که شما توش قرار گرفتین یه صحنه هولوگرافیکه که از چه سطحی متجلی شده؟ میدان کوانتومی. میدان کوانتومی تحت نگاه ناظر عملکردش برای هر روح فردیت یافته تغییر میکنه. هرگاه ما از اینجا بریم ولی هزار تا آرزو، هزار تا حسرت، هزار تا درد، هزار تا رنج، هزار تا کلی ماجرا رو با خودم برده باشم که برای هیچ کدوم به پاسخ نرسیدم، در مسیر تکاملم به اون جایی که می‌خواستم باد میرسیدم نرسیدم، رسالتی دارم که هنوز به عمل در نیومده و هزار مسئله دیگه، من کجا شناور میشم؟ بر اساس ارتعاشات وجودیمون در یک سطح مشخصی قرار میگیریم و بعد اگر اشتیاق ما و نیاز ما و حسرت‌های ما و درسایی که باید بیاموزیم و رسالت ما و یه سری فاکتورها به یه آستانه‌ای برسه در من که زمانی فرا برسه که دیگه من بی‌تاب تجربه شکل هستم، میخوام از اینجا تابش پیدا میکنه. انعکاسش به سوی کی برمیگرده؟ خودم. این خواسته از طریق کی؟ میدان پتانسیل کوانتومی. به چه شکل؟ یک فضای هولوگرافیک که الان توش هستیم، نه حالا عین همین، هیچ وقت عین هم نیست، در اختیار من قرار داده میشه. هر کس که اینجا هست بدون شک الزام داره که اینجا باشه، لازمه. شما مسیر تکامل روح خودتون رو محدود به تولد و مرگ زمینی ندونین. تولد و مرگ زمینی عرض کردم مثل صاعقه است، مثل یه دقیقه است، مثل یه نفسه، مثل لحظه است، هیچ چی نیست. ناخودآگاه هستی شما شامل بیشمار شکله، چون روح واحده، تابش پیدا میکنه.